نوحیه عینی ما سوال داد که شما چه خیلی قهرمان داغستان شدید. من گفتم برادر من آدمای عقل یاد دادم. کمتر اون تو کرد آیا بی عقل من گفتم نه بی عقل نه. صحیح طب معلومات ندارم. تمام تشکیلات ها من میرم درس میآموزونم یاد میتم. من امروز بعضی مشقای شما رو آموزوندم. اما آدمای با عقلش خودش ناز کرد سلامتی خودش ناز کرد. و اگه گفت که من اخلین دارم اخلین دارم این هیچ نیست. من تشکر زیاد. من که تو خانه بختیار شروع بده که از شاگردای من که بهترین خوب شده است. تشکر. مهمانان عزیز، برادران عزیز، یک منام گرید دارم. یک دو سخن. یک پارتی گفتیم یک دویم. بابای 80 ساله دو سخن نصیحت دارم. یکم قهر غضب رو پرتوید. دویم شکر کنید. سوم وطن را دوست دارید. پدر و مادر و خاله تقا دیار را دوست دارید. و سومش صبر و طاقت. و آخرش یک کلام پدر و مادر استاد معلم یک چیز گفتگینده حق خوب گویید خوشبخت میشوید. انا همین سلامتی سربلند باشید. انا همین سرچشمه میگیرد حیاتی با بخت و با سعادت همین 3-4 چیز کردید. این خریدن لازم نیست، فقط صبر و طاقت کردن نه، شکر کردن در کار، مردم خلق وطن خویش و تبار دیار دوست داشتن در کار. همین ما اگر 80 برامداشتی باشیم، اگر من 17 نبیره دارم 31 ابیره دارم، انسان خوشبختترین دنیا گفته خدا من حساب میکنم و خدا شکر میکنم. همین من شما با آرزو میکنم. مرحمت بختیار جان سخن شما و ها بختیار شوف اکثریت شما میشناسید. این که از عنوان دکتر منال تراپی گرفتگی من این عنایت قطعی من قریب 1 سال در حدود داغستان چشنه همونجا رفته کار یاد گرفتن آموختن. من امروز کارخانه‌های خودشای هست. من مرحمت آبروی تاجیکستان در سطح جهانی معرفی میکنم. به قریب مسکو مخصوص مرکز کشاده شدگی بود. حالا مردمی مسکو کوفته گشته است. مرحمت. درود امجرانی عزیز. ما بسیار خرسند هستیم که شما را در این محفل دیده ایستادیم، در این کنفرانس دیده ایستادیم و همچون زادروزی استاد هستند و ما بسیار مینادور هستیم از استاد خودمون که ما با چنین درجه ها با یاردم استاد رسیدیم و با همه شما که از ما در اینجا مکتب خانه رو دیدستم، استادا را حرمت کردن در کار، از آنها علم یاد گرفتن در کار، نه تنها در تاجیکستان بلکه از تاجیکستان بیرون برآمده در دیگر مملکت ها تاجیکستان را معرفی کردن در کار. ما علم رو در اینجا آموختیم، در تاجیکستان آموختیم و امروز با در مسکو کار میکنیم، کار کرده ایستادیم. در اونجا کارخانه ها داریم، در تاجیکستان کارخانه ها داریم و خلق مسکو هم ما به درجه نشان دادیم که ما هنرمند هستیم، ما هم عالم هستیم، ما هم کار و فعالیت کرده میتوانیم و هنر ما بهترین است. و چه که شما معرفی کردین مهمان ما از ایران که ابو علی سینا یکی از یکمین عالمانی که در سایتی بودند، از تاجیکان از همین قشلاق ها میبرایند عالمان، بسیارتر خواندن در کار، پیشروی کردن در کار، هر یک سخن استادان را بالا برداشتن در کار. ما می نداریم از شما استاد که شما بار استاد داریم ما.